موقع چی؟ این دختر 11 سالشه ولی نمیره تو اتاقش بخوابه. من حس میکنم از اتاقش میترسه. نه من دیشب دیدم بلند شده بود داشت تو خواب با توپش بازی میکرد. چجوری با تو خواب با توپش بازی میکرد؟ خب نما شده بود بچم. خدای من، موافقی صداش بزنیم با هم با صحبت کنیم؟ آره شاید راضی بشه تو اتاقش بخوابه، بالاخره 11 سالشه. راضی بشه که نه، بالاخره باید تو اتاقش بازی بخوابه. دقیقا. آمیز عزیزم، دختر قشنگ بابا. آمیز بیا مامان. بگو ببینم بابا، این توپا رو تو از کجا آوردی؟ از سوپرمارکت محل برداشتم. از سوپرمارکت برداشتی؟ نه خریدی، برداشتی؟ خانوم تو نباید حواست به این بچه باشه، چی کار میکنه چی کار نمیکنه، رفته توپو برداشته بدون اینکه آقا بوشه بفهمه. وای دخترم چرا همچه کاری کردی؟ مگه من چند تا توپ برداشته بهتون نخریدم؟ اصلا برای من توضیح بده ببینم تو چرا تنهایی بدون مامان و بابا رفتی در مغازه توپ برداشتی؟ چون توپ از خوشم اومد. خب از توپا خوشت اومد، بگو ببینم چرا تنهایی رفتی؟ خب با کی میرفتم؟ با مامان. با من میرفتی برات میخریدم دختر قشنگم. خب رفتم برداشتم. دیگه این کارو تکرار نمی کنی شما. خانوم جانم بردار بچه رو ببر، دوتا توپا رو میبری، کارتو میکشی، عذرخواهی میکنی، میگی ما حواسمون نبوده این بچه این کارا رو کرد. چشم عزیزم بریم مامانی. برو دخترم دیگه از این کارا نمیکنی. مامانی بریم. گروه کودک ما و این کار کودک تمایل داره که همه بچه گروه ایستاده از این کار خوششون میاد. شما میدونید چه کاری باید